ما که همین روزی که سیاسر مریض شد در روز اول همین بار اول که اینجا آوردیم، یعنی 10 روز ما گرفتیم. دمی 10 روزی خیلی خوب شد، خیلی زیاد خوب شد. ما دیگه خیلی اصلا راحت بود. در خانه هم که خود مسافریم همیشه یه برابر ماریم دیگه. در خانه که می‌آمدیم راحت بودیم، دیدیم که مریضم جوره دیگه. در کدام ساحه کدام عضوی از بدن زیادتر درد میکرد؟ ایمی سوجیاش درد میکرد، بله. کمرش درد میکرد، پایش درد میکرد. این در هنگام فعالیت مثلا راه رفتن، ایستاد شدن درد زیاد میشد؟ بله. بسیار به تکلیف بود. وقتی که میامد وضعیت خیلی خراب میشد. وقتی ورزش هم مانیکدیم دیگه ورزش نرم. گرچه به مریضایی که تکلیف کمر داره ما نظر به تکلیفش 3-4 دوره تا 5-6 دوره فیزیوتراپی را توصیه میکنیم که هر دوره شامل 10 روز تداوی می باشه. اما خوشبختانه مریض شما در 1 دوره خوب شد. در 1 دوره خوب شد. باز ما خود جان من گفتم، بچهای من گفت که بیا بر یک دوره دیگر هم بگرد. اگر 10 روزه رو نمیگیری 5 روزه رو بگرد. قبول نکرد. گفت ما تکمیل جور ما چیز کردیم. گفت پول ما مصرف نه. تا 6 ماه را تکمیل جور بود. تداوی اول که گرفت تا 6 ماه هیچ مشکل نداشت. دیگه هیچ مشکل نداشت. حالا دوباره که مراجعه کردین 4 روز میشه که تداوی گرفتین. 4 روز نیم روز پنجم روزه که دوباره هم دم 40%. روز اول خردایشی در نماز دفتر نمیتونید، نماز 6 تکی میخوان برادر، کل کارایش وضعیت خراب بود دیگه. یعنی از فعالیت مانده بود، از فعالیت کامل مانده بود. باز روز اول هم که ما از پنجشنبه تلفن کردم اینجی گفت صبح جمعه هم دکتران نیا، روز شنبه بیار. ما روز شنبه آوردیم اینجی، حال خلاصه دوباره راه افتاده. روز اول آوردیم از این بچه‌ها 2 بچه را آورده بودیم. 2 بچه هم رایش. 2 بچه را آوردن قدیش از اینجا بالا کرد برد چیز در تخچه. حال دیگه خودیم تنها میاریم. خودش میره بالا. خودش بالا میره. بسیار خوب. این در روز پنجم 50% مریض شما خوب شده. بله. بسیار خوب. این چه دوای اول که فیزیوتراپی گرفت تا 6 ماه خوب بود. مکمل. بله. بی‌پارزی هم کرد در جریان که دوباره مساج. پرهیز که نکردی، پرهیز آخر سر واقعا نکرد. ان شاء الله مریضتون شفایاب میشه. میکروسای فیزیوتراپی که خلاص شوه. هر چند تعداد دوره فیزیوتراپی که برش توصیه شده 1 ماه یا 40 روز انشالله در این جریان پس دوباره صحت یاب میشه. چون امروز روز 4م است 50% مریض شما خوب شده. با امید خدا، با امید. انشالله خوب میشه. انشالله.